سلام بچه ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه ها. چاکرم بچه های خوشگل مشکل چنل. توی این قسمت بچه ها یه ریاکشن رفتیم به یاسمینا دولتوف همچین چیزی که خیلی آهنگ قشنگ خونده، تاجیکی هستش و موزیک ویدیو هم هستش. این موزیک ویدیو رو ریاکشن رفتیم و امیدوارم که خوشتون بیاد بچه ها. لایک و کامنت حساب یادتون نره بچه ها و برید و ببینیم. لیتس گو. تو فقط خوشگله، خوش صداست، ولی رقص اصلا بلد نیست. قشنگ مشخصه که اصلا بلد نیست برقصه. تاجیکستان من فکر نمی کنم که این ویدیو، البته تو تاجیکستان من یه ویدیو دیدم که بچه‌ها که توی چنل تولو گذاشتم که میگفت که توی تاجیکستان کلاب و اینا داره. این دوست پسره یاسمینه. بله، چه خانم زیبایی، واقعا خانم زیباییه. بعد من کاری ندارم یعنی حتی موزیک ویدیوهایی هم که درست میکنه همینجوری همشون سرسنگین و متین و قشنگ و باحاله، یعنی هر کدوم از یکی دیگه قشنگ داره. چاکر بچه ها امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و این قسمت رو دوست داشته باشید و در آخر هم یه ویدیو اون بالا بهتون میاد، پیشنهاد میده اونو ببینید. چاکر بچه ها، تا دیداری دیگر، بدرود.